در زمان صاحب استقلالی به رشد هنرهای مردمی، صاحبکاری خرد و میانه توجه خاصه روانه گردیده، زنان و بانوان ایجادکار، تشبثکار و سازنده پیوسته دستگیری می‌یابند. جدا گردیدن گرندهای پرزیدنتی و گرندهای رئیسی ولایت امکان فراهم آورد که زنان و بانوان در عملی شدن نقشه و اقدامهای سازنده به دستاوردهای بیشتر نائل گردند. زنان و بانوان ولایت سوخت با پیشنهاد نمودن لایحه‌های خود سزاوار گرندهای پرزیدنتی گردیدند. در پیروی به سیاست سازنده و عاقلانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ولایت سوخت گرند رئیسی ولایت تأسیس داده شده. دوام سالهای 2021-2024 240 گرند به زنان و بانوان هنرمند سپاریده شده. این اقدام به رشد هنرهای مردمی، جلب زنان و دختران به آموزش هنر، رشد ساحه‌های مختلف زمینه فراهم آورد. با دستگیری تشکیلات جمعیتی آقا شاه صنم چهوری را از خود نمیدم، صاحب دیپلم گشتم در آنجا و به خود مقصد داشتم که لایحه خود را به رئیس ولایت پیشکش کنم و خوشبختانه سال 2024 صاحب گراند رئیس ولایت گشتم. من منتداری خودم را و پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور ما محترم جناب عالی امام علی رحمان میرسانم و رئیس ولایت که ما را دستگیری کردم. ما شخصان امکانات ما محدود از خانه شده همین هنرهای آموخته زندگی خود را پیش میبریم. با تشبث سرور دولت سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت اعلان گردیده است و در تطبیق آن سهم زنان صاحبکار و هنرمند نظر رسیده است. زنان و بانوان هنرمند با تشکیل مرکزهای هنرآموزی، رشد زنبوری عسل پروری، کارگاه و کارخانه‌های دوزندگی، پایافزالدوزی و با فعالیت در دیگر سمت و ساحه‌های مهم در عملی شدن هدفهای سازنده دولت و حکومت سهم ارزنده می‌گذارند. عزیزه احمد و از زمره آن نفرانی می باشد که صاحب گرانت رئیسی ولایت گشته است. نام برده با مبلغ گرفته‌اش در شهر خوجند سیخ دوزندگی تأسیس داده امروزها به دختران نازکی‌های کسب خویش را می آموزاند. من خوشبختانه صاحب گرانتی ولایتی شدم و رئیسی ولایتی سوخت منتداری خود را بیان می نمایم. مقصدی عالی من در همان می باشد که جوان دختران، زنها در مراسم های تویی، در روزمره حیاتشان همین آدرس و اطلس وطنی را با یورمه سوزن دستی لباس های خود را آرا دهند و استفاده برند. و من با این گرانت حرکت کردم جوان دختران را هنر آموزی نمایم. من حرکت کرده ایستادم که جوان دختران که به این کسب و هنر شوق دارند آنها را آموزانم تا اینکه روزگار خود را پیش برند. امروز در ولایت 288 مرکز هنرمندی فعالیت دارد که از این شمار 108 عدد مرکز تعلیمی استحصالی می باشد. در مرکزهای تعلیمی استحصالی اطلس و ادرس بافی 3837 نفر زنان و دختران خانشین به هنرمندی جلب گردیدند. در ولایت سوخت 40 سیخ دوزندگی عمل نموده. در شهر و ناحیه‌های بوستان، استقلال و دیوشتیچ کارگاه‌های قالین بافی از نخ ابریشم و در شهر و ناحیه‌های اسفره، گلستان، بوستان و خوجند و استرافشان کارگاه و کارخانه‌های پایافزالدوزی فعالیت دارند. سال 2024 نیز به 60 نفر زنانی که لایحه‌های پیشنهاد نموده‌شان غالب دانسته شده است گرندهای رئیس ولایت سپاریده شد. از جمله 15 گرند در حجم 10,000 سامانی، 15 گرند در حجم 8,000 سامانی و 30 گرند در حجم 5,000 سامانی تقدیم گردید که برای رشد هنرهای گلدوزی، قراقدوزی، ارمغانسازی، ادرس بافی، بافندگی، قالین بافی، دوزندگی، کلالگری، قنادی، گلپروری و امثال اینها وارد گردید. این زنان هنرمند نیت دارند با استفاده از مبلغ گرانتیشون حجم فعالیتی کارگاهشون را وسیع نمایند که از همین شاگردان را از 10 نفر تا 20 تا 60 نفر هم زیاد نموده با آنها برای فعالیتی کارشون، برای پیشبرد زندگیشون همین رو استفاده برند. و همچنین طبقی همین لایحه‌هایی که آنها پیشنهاد می‌گردند در همین سال 2024 قریب که 550 نفر زنان و دختران جای کاری تشکیل نمودند.
زنان و بانوان هنرمند آنهایی که امروز صاحب گرانت رئیسی ولایت سوخت گردیدند نقشه دارند که سمت فعالیت خود را وسیع نموده در برابر تشکیل جایهای نوی کاری زنان و دختران بیشغل را به آموزش هنرهای مردمی جلب نمایند، در احیا و رشد هنرهای مردمی سهم خود را گذارند.